با سلام و عرض احترام به کل بینندگان حساب‌های اینستاگرام، تیک توک، یوتیوب و فیسبوک. امروز شرفیاب منکر مبارز و محقق آقای انصاف علی هدایت از فرزندان مبارز ملت ترک آذربایجان که برای اکثر شهروندان جغرافیای موسوم به ایران معروف هستند. ایشون خدمت‌های بزرگی در رابطه با تعریف و شناسایی ظلم‌ها، سیاست‌های حقیقتاً قهرآمیز رو ملت‌های غیر فارس، زمانی که ایشون مدیر و استاد و گوینده تلویزیون گونس تیوی بود که خدمت‌های بزرگی حقیقتاً برای روشن فکری و شناسایی ظلم هایی که به ملت ترک آذربایجان، به ملت عرب الاحواز، بلوچ و ملل دیگه از سوی نظام های اشغالگر متوالی، چه در عهد پهلوی و چه در عهد معروف به جمهوری اسلامی، ما به ایشون خوش آمد میگیم. خواهشاً اگه من در تعریف ایشون و جایگاه ایشون قصوری داشتم، خواهشاً خود ایشان یه تعریفی از خودش برای بینندگان عزیز بفرمایید. بفرمایید آقای هدایت. سلام علیکم، سلام به بینندگان شما، شنوندگان شما. خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم. همونطور که فرمودید اسم من انصاف علی هدایت هستش. من گونس تیوی بودم به مدت 12 سال و قبل از اون هم در رادیو فردا، صدای آمریکا، BBC و بعد قبلترش در روزنامه سلام و روزنامه‌های محلی آذربایجان کار می‌کردم و کار روزنامه نگاری انجام میدادم، کار خبر و تفسیر و اینها. ولی در 7-8 سال گذشته تقریبا من متوجه شدم، جناب ابونظار، من حدود 7-8 سال پیش متوجه شدم که من هر روز ساعت‌ها دارم به زبان فارسی مطالعه می‌کنم. در حقیقت هر روز این میخ استعمار و استعمار ذهنی فارس ها داره میره تو مخ من و من کانالیزه میشم توسط خبر اونها. من خبرها رو، تحلیلها رو، دنیا رو جوری میبینم که اونها از پنجره خبرشون به ما میدن. یعنی میدونید شما و من داریم به دنیا از پنجره‌های مختلف نگاه میکنیم. حالا از کدوم پنجره نگاه میکنیم دنیا رو از اونجا میبینیم. پنجره خبری و تحلیلی و تفسیری فارسی ما رو میبره به دیدگاه فارسی. شما هر چقدر بخواید از فارس ها و فارسی و ایران جدا بشید نمیشید، برای اینکه پنجره‌ای که نگاه میکنید پنجره اوناست، خونه‌ای که نشستید خونه اوناست، فکری که دارید فکر اونهاست. لذا تصمیم گرفتم که اخبار فارسی، اولا خبرها رو چون روزانه هست اصلا بذارم کنار و اگه من بتونم اینو خاموش بکنم. یه جوری شده که این یه صدایی میده انگار که بله، شما میتونید از تلفن خاموش کنید آقای هدایت، از خود تلفن قطع کنید. اوکی. آره. اگه بتونم اینو خاموشش بکنم خیلی عالی میشه. آره، جی بی اس رو از تلفن خاموش کنید، قطع میشه. شما بیا. بالتأكيد أخوتي الكرام. نه، بله. یه صدایی از تلفن میاد، نمیدونم چی هست، پس یه احتمالاً یه اوکی، از این نبوده. عرضم به حضورتون که
من کار خبر رو گذاشتم کنار به عنوان کار خبری حرفه‌ای که میدونید با خبر ذهن انسان‌ها رو بازی میدن. یکی از راه‌هایی که بشه انسان رو شستشوی مغزی داد و هر روز تکرار کرد خبره. در نتیجه من اومدم خبر رو گذاشتم کنار، گفتم کارهای تحقیقی علمی انجام بدم. شروع کردم به کارهای تحقیق علمی. یکی از بهترین کارهایی که خیلی خودم دوست داشتم و شما هم یکی دو تا برنامه در اون شرکت کردید، شستشوی مغزی در ایران بود که حتی اون بحثایی که ما مطرح کردیم در آمریکا و کانادا هم مطرح نشده، بخشایش شستشوی مغز. یکی از پروژه های بسیار خوبی بود که روش کار کردم و فکر میکنم هنوز یعنی اگه بخوام برنامه رو ادامه بدم فکر میکنم که بتونم 50 برنامه دیگه تهیه بکنم. مطالعات که من کردم این رو نشون میده. و در نتیجه از کار خبر اومدم بیرون، کار تحقیقاتی دارم انجام میدم. من الان اینجا تو کانادا هم یه دوره تحقیقات رو گذروندم و دیگه همین. بفرمایید، من در خدمتتون هستم. پس به شما تبریک میگم. اکیداً حتی وظیفه یا واجب خبرنگاری اگر بدون علم و تحقیق نباشد فکر کنم اهمیتش کمتره. پس به شما تبریک میگیم که در واقع یک ایده و یک قاعده مهم در رابطه با مسائل تحقیقاتی. پس ما از این با جناب علی شروع کنیم که در مدتی که جناب علی به مرحله استراتژیک و اون تحقیق و بررسی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در رابطه با سیاست‌های حکومت‌های متوالی از 100 سال به این ور به ملت هامون که در واقع الان به قول مثال میخ به تخته کوبیده شده، الان ملت هامون از کلیه حقوق ملیشون، اقتصادیشون، شرایط حتی زندگی روزمره ما شروع کنیم. و جناب علی ضمن ارائه کلیه یعنی شرایط الان نظام همینطور که معلومه برای همه است، این همه ثروات و ثروت‌های ملی که در آذربایجان هست و مناطق دیگه ملل غیر فارس، آیا واقعا این نظام که ادعای اسلامیت میکنه، ادعای حقوق بشری میکنه، کمک به فلسطین میکنه، کمک به ضد دیکتاتوری در عراق و در لبنان و در یمن، آیا این واقعا این شعارها همینطور که نظام میگه یا این ثروت‌ها را برای پروژه خود داره خرج میکنه آقای هدایت؟ ببینید، ما اول باید نگاه بکنیم که ایدئولوژی ایران چی هست. اولا ایران یک کشور اسلامی به معنایی که در دنیای اسلام حداقل رواج داره نیست. ببینید اسلام که در ایران داره نه شبیه اسلامی است که در ترکیه وجود داره، نه شبیه اسلامی است که در جمهوری‌های ترک، آذربایجان و ترکمنستان و اینها وجود داره، نه شبیه اسلام پاکستان و افغانستان هست، نه شبیه مسلمانان در هند، نه شبیه مصر، سوریه، هیچ کدوم شبیهش نیست. اون ایدئولوژی، اون اسلامی که اینا میخوان، اون 3 تا پایه داره: ایرانیت، شیعه‌گری فارسی یا شعوبیه و فارسیت. بر اساس و چهارمیش رهبری دیکتاتور. از سال 1299 که رضاخان کودتا کرد تا امروز اینها به دیکتاتوری صالح یا مصلح یا توسعه طلب معتقدند و هر از گاهی که ملت در ایران از پایین فشار میارن به تغییرات، اینا برمیگردن دوباره به همون سر. در ایران چیزی به نام اسلام وجود نداره که بخوایم بگیم در عراق و در سوریه و در یمن و در فلسطین و در لبنان و در جاهای دیگه برای رشد اسلام و مسلمین کمک میکنه. اولا در داخل خود ایران اسلام از بین رفته، مردم
با خدا شوخی میکنن، توهین میکنن، با پیغمبران شوخی میکنن، توهین میکنن، با امامان شوخی میکنن، توهین میکنن. این از مقدسات. رفت رو قرآن هم که آتیش میزنن. اینها دیگه اصلا هیچ اعتقادی از نظر اخلاقیات، هیچ اخلاقیاتی که انسانی باشه، اسلامی که هیچی، اخلاقیات اسلامی وجود نداره. از نظر اقتصاد ربا و رشوه و دزدی و خیانت و چک بی محل همه جا رو گرفته. یعنی انسان ها نمیتونن بگن که آقا ما یه اخلاق اسلامی داریم، یه اقتصاد اسلامی داریم. بانک ها، نزولی که بانک ها میگیرند شاید حدود 20 برابر کشورهای اروپایی آمریکایی هستش. آمریکا که میگن مرکز فلان و فلان، الان نزولی که بانکش میگیره 5%. کانادا اکثر نزولی که الان در بانک ها میگیرن 5%. ولی شما برید ایران 40%، 45%. بله. این اسلام نیست. اینها در پی رواج پانفارسیسم، پان ایرانیسم، شیعه گری برای رسیدن به امپراتوری ایران هستند. و این جمله را اضافه کنم، در 700 اصلا میشه گفت در تاریخ اسلام اینها یک جنگی با جهان مسیحیت نداشتن و همه جنگ‌هاشون با جهان اسلام بوده. همه جنگ‌هاشون، کشتارها در این 44 سال اخیرم که ملاها سر کار بودن، باز هم جنگ‌هایی که داشتن همشون در کشتار مسلمان‌ها و تخریب سرزمین مسلمان‌ها بوده که اقتصاد مسلمان‌ها رو از بین برده. وابستگی مسلمان‌ها به غرب و شرق یا روسیه و بله، من صداتون هست، دستتون در نکنه. آقای هدایت، صدامه داری؟ بله بله. عرضم به حضورتون یه موضوع مهمی هست. جناب عالی اشاره کردید به نظام که شیعه گری میکنه. یه چیزی به حافظم آمد. نظام، البته الان ما 2 تا 3 تا مثال داریم در رابطه با مسائل شعاری که نظام بالا گرفته در رابطه با شیعه گری. آیا واقعا زمانی که حوادث مرزی بین جمهوری آذربایجان، دولت جمهوری آذربایجان و ارمنستان، یک در خود عموم جغرافیای موسوم به ایران، الان در آذربایجان جنوبی اشغالی یا در الاهواز یا اماکن دیگه ممکنه اکثریت با شیعه است یا مذهب شیعه است، آیا واقعا این نظام اشغالگر واقعا به این ملت یا این طیف وسیعی که به مذهب تشیع و اهل بیت دارن، آیا واقعا انصاف کرده یا فقط این یک شعار جهت خنده به من و شما و غیره هستش؟ ببینید، عرب ها از اول اومدن اسم واقعی برای شیعه در ایران مشخص کردن. گفتن آقا اینا شعوبیه‌اند. کتاب های تاریخ از ایران به نام شعوبیه یاد میکنه. شعوبیه چی هست؟ شعوبیه در مقابل دنیای اسلامی، تفرقه است در دنیای اسلام، نفاقی است، رفتار منافقانه است در دنیای اسلام. شیعه گری که اینها میگن، اوج اختلافی که بین ترک ها و چیزها هستش، فارس ها و شیعه گری فارس هستش، در چند جا خودشون نشون میده. اول در زبان هستش، سرزمین و تاریخ و حکومت هایی که هستش اینها، و بعد در نوع تفسیر از شیعه و دین هست. ببینید، آیت الله شریعت مداری به عنوان بزرگترین مرجع 50 سال گذشته، 70-80 سال گذشته، از دوره اواخر رضا شاه تا پایان پهلوی و بخشی از جمهوری اسلامی، با تفسیری که خمینی و امثال خمینی از قدرت، از اسلام حاکم ارائه میدادن مخالف بودن. ببینید، وقتی در قانون اساسی ایران اومد، اصل 110 اومد، آیت الله شریعت مداری به عنوان آیت الله ترک ها اومد گفتش که آقا این فرقی با تاج نداره، با عمامه فرقی با تاج نداره. آدم ها که با هم فرقی ندارن، قدرت همه رو فاسد میکنه،
امامه هم میره قدرت میگیره، فاسد میشه. جالبه که تنها ایشون نبود، آیت الله شوبر خاقانی طباطبایی، آیت الله محمد حسین طباطبایی که معروف به فیلسوف شرق، ایشون گفته که با حکومت روحانی ها در ایران یک شهید داریم، ما شهید در ایران نداریم. اصلا ایشون معتقد نبود که در سال 56 و 57 همه شهید شدن، نه، به این معتقد نبود، میگفت یک شهید داریم اونم اسلامه. واقعا تعریف عالی. بله ببینید خیلی وقتی که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، قبل از این حتی مردم ترک اومدن گفتن که اصل صدقه قانون اساسی چیزی جز دیکتاتوری نیست، مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتوری دینی. ببینید از همینجا شما نگاه کنید که تفکر دینی شیعه ترک